از زمانی که به دنیا اومدیم این اتفاق هر روز افتاده. خورشید طلوع میکنه و بعد غروب میکنه، یعنی یه بالا هست یه پایین. از وقتی که به این دنیا اومدیم 50% عمرمون رو دم داشتیم و 50% بازدم. قلبمون هم به همین صورت خون رو میمکه و پمپاژ میکنه، دقیقاً به همون شکل، یعنی 50-50. همیشه یه تبادل بین چپ و راست، بالا و پایین، نور و تاریکی، درون و بیرون، موفقیت و شکست وجود داره. یعنی این دنیا فقط شکست رو به سمتت نمیاره، موفقیت رو هم به سمتت. پس این مفهوم رو درک کنیم که همش به بالا رفتن نیست، همش به گرفتن نیست، بلکه قضیه گرفتن و بخشیدن، استراحت کردن و انجام دادن. داستان سر تبادل متداوم با خود، دوستات، خانوادت، اطراف جهان. تبادل که مهمه، چون تبادل یعنی تغییر وجود داره که همیشه در حال رخ دادن. قضیه اینه، این چیزیه که بنیان هر چیزی.